راوی در دنیای خود غرق است، دنیایی که در آن تنها صدا و افکار در حال گردش است. او نمیتواند از این دنیای درونی رها شود، همیشه در جستجوی معنای زندگی. این طوفان در ذهن راوی نه تنها تهدیدی برای آرامش اوست، بلکه نشانه‌ای از درگیری‌های روانی. چهرهش بیانگر سالها تنهایی و سردرگمی است. سایه ها شاید نمادی از افکار و ترس هایی هستند که او نمیتواند از آنها فرار کند. این درخت خوش نماد وضعیت روحی راوی است، درختی که هیچگاه بارور نخواهد شد. شخصیت های دیگر نیز در جستجوی حقیقتی ناپیدا هستند، اما هیچ کدام قادر به یافتن آن نیستند. دروازه بسته شاید نماد پایان ها و فرصتی از دست رفته است. هیچ راهی برای بازگشت وجود ندارد. زمان در بوف کور همچون شنهایی که در ساعت شنی میریزند در حال تمام شدن است. شخصیت ها همچون پرندگانی در قفس در تلاشند تا از دنیای بسته و محدود خود فرار کنند. راوی در تلاش است تا هویتش را پیدا کند، اما آینه های شکسته تنها تصاویری ناقص خود او نشان میدهند. او همچنان در جاده پیچیده و تاریک در حرکت است، جاده که هیچ انتهایی ندارد. همانطور که گل پژمرده است، راوی نیز احساس میکند که هیچ چیز در زندگیش شکوفا نمیشود. ابر سیاه نماد افکار و احساسات منفی است که در ذهن راوی طوفانی به راه انداخته است. کلیدهایی که پیدا نمیشوند، درهای بسته‌ای که هیچ راهی برای باز کردن ندارند. راوی در جستجوی راهی است، اما مسیر از دست رفته است، نقشه‌ای که در هیچ چیز از آینده را نمی‌نمایاند. ریشه های درخت که در هم پیچیده‌اند شاید مشابه بحران هویت راوی هستند. زندگی راوی مانند یک نقاشی نصف و نیمه است. هیچ چیز تمام نشد و هیچ جزئیاتی که کاملا روشن نیست. کاغذها همچون افکار پراکنده راوی هستند. هیچ کدام ترکیب و معنی خاصی ندارند. پل شکسته گواه بر ناتوانی برقراری ارتباط است. راوی همچنان از گذرگاه‌ها ارتباطات عبور می‌کند، اما هیچ چیز پایدار نیست. دست‌هایی که هرگز به یکدیگر نمی‌رسند، این نماد فاصله و جدایی شخصیت‌ها از یکدیگر است. رابطه ها در بوف کور گاهی همچون این دو نفر است که حاضرند در کنار هم باشند، اما هیچ کدام نمیتوانند به یکدیگر نگاه کنند. غروب نماد پایان یک روز و شاید پایان یک رابطه است، مانند دریا که با آرامی همه چیز را میبلعد در تاریکی. گاهی رابطه انسانی مانند دنیای بی نور به نظر میرسه، هیچ چیز روشن نیست. شخصیت ها در این داستان گاهی تنها به پرواز در میآیند، در جستجوی آزادی و رهایی از رابطه پیچیده. رابطه های انسان در بوف کور گاهی در لبه پرتگاه نزدیک می شوند. یک قدم اشتباه و همه چیز از بین می رود. همانطور که این داستان راز همه رها می شوند، شخصیت ها نیز دچار فروپاشی و شکست می شوند. در روابط گاهی دو نفر به هم می رسند، اما هیچگاه رو در روی هم نمی ایستند. فاصله نه چندان فیزیکی بلکه روانی. رابطه ها همانند کلبه قدیمی در جنگل هستند که نیاز به مراقبت و توجه دارند، اما با گذشت زمان فرسوده و آسیب پذیر می شوند. سایه ها که از هم دور می شوند نمایانگر از هم پاشیدگی رابطه ای است که هیچگاه نمی توانند برقرار مانند. افکار راوی همچون ابرهای در آسمان هستند که هیچگاه ثابت نمی مانند. همه چیز در حال تغییر است. چشم هایی که برای دیدن حقیقت باز می شود، اما تنها تاریکی و ابهام بیشتر از پیش آشکار می شود. راوی در مواجهه با واقعیت دلش می لرزد. هیچ چیز از آن چه می بیند واقعی به نظر نمی آید. کلاهبرداری که از دست می ایستد نماد شکست در مقابل تلاش ها و خیالات است. نگاهی که از واقعیت فاصله می گیرد به دنیای خیالات و وهم ها فرو می رود. زمان همچون ساعت در دنیای راوی در جهت اشتباه حرکت می کند. هیچ چیز طبق روال پیش نمی رود. راهروی بی پایان که تنها یک راه اشتباه را نشان می دهد گواه سرگسستگی راوی است. ماشینی که در تاریکی است همانند راوی که در جستجوی حقیقت دنیای ناواضح گام برمی‌دارد. دایره که هیچ پایان یا آغاز ندارد. راوی همچنان در حلقه‌ای بسته گرفتار است. کتاب‌هایی که در حال پراکنده شدن هستند همانند افکار راوی که هیچگاه منظم نمی‌شوند. قلبی که شکسته است همانند احساسات راوی در حال خونریزی است. او نمی‌تواند از درد رهایی یابد. کلبه‌ای که روزگاری پر از شادی بود حالا خراب و فرسوده است. نشانه ای از فروپاشی عاطفی راوی است.
چشمان پر از اشک این زن نماد درد و رنج‌های درونی است که راوی در حال تجربه است. کودکی تنها در تاریکی نمادی از احساسات نامنظم و بیپناهی است که راوی در آن قرار دارد. درختی که شاخه‌هایش شکسته‌اند نماد شکست‌های درونی و عاطفی راوی است. دستی که به سوی نور کشیده می شود اما از آن دورتر می افتد. راوی هیچگاه نمی تواند با آرامش دست یابد. پیکر بیجان همانند احساسات راوی است که در این باغ پر از گل‌های پژمرده دفن شد. پرتگاهی عمیق که راوی با آن نزدیک می شوند نشانی از بحران‌های عاطفی و احساسات منفی است. چراغی که در شب خاموش می شود نمادی از دست دادن امید و روشنایی در زندگی راوی است. دود و مه گواه بر دنیای فریب است که راوی وارد آن می شود. هر قدم او به توهم جدید نزدیک می کند. چهره‌ها که به هم نزدیک می شوند اما هیچگاه به یکدیگر نمی رسند. توهماتی که هیچگاه نمی تواند به حقیقت تبدیل شود. سایه‌ای که حرکت می کند اما هیچ جسمی در آن وجود ندارد. توهماتی که ذهن راوی را به تیر خود درآورده است. برگ‌های که در باد پراکنده می شوند نماد توهماتی هستند که ذهن راوی را بیقرار کرده است. زمان در فریب هیچگاه به جلو حرکت نمی کند. همه چیز به عقب باز می گردد. چشمه‌ای که روزگاری پر از آب بود اکنون خشکیده است. همانطور که راوی در جستجوی حقیقت است اما هیچ چیز نمی یابد. دوربینی که دیگر قادر به ثبت حقیقت نیست، راوی نمی تواند دنیای واقعی را به درستی مشاهده کند. ستارگانی که در آسمان درخشان هستند اما در زیر آن تاریکی کامل است. حقیقت در دل توهمات پنهان است. درختی که شبها می سوزد نمادی از اشتباهات و توهمات راوی است که در پی حقیقت نابود می شوند.